در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. خانم من خیلی معذرت میخوام، یه لحظه یه سری تصویر بگیم ما صندلیمون درست کنیم. خارج کشورمان پس از دیدار با مقامات عمانی به دوحه پایتخت قطر سفر کرد. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ببخشید یه بار دیگه ممکنه بگین؟ به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک. افتخار برید شرکت به جانانه با خیلی خوشگل میزنید. آقای شرفی سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. صبح جمعهتون کردین. روز جمعهتون. همینو می‌خواستی؟ من گفتم این مشکل داره. اگه دوست داشته باشن میتونن از وسط ببرن اینو یک لایه خارمداش بذارن رو یک لایه خارمداش بذارن. خب بالاخره خب سرنوشت خودمونه. یه وقت یه جایی بخوایم اشتباه کنیم ممکنه بلایی که سر خودمونه مثلا بچه خودمونه یه وقت. دلیل خنده مشترک من رضا یک چیز بسیار عجیبی بود در صحنه و کار کوچولوش بود. خیلی رضا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت است آقای گویا. آقای گویا موضوع شیوع آنفولانزای نوع اینجا نشسته که به من بگه کاراشو انجام میده. خب تو اسمت چیه؟ فرنود جان چه کارایی رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دستشویی خودم شوشولمو میشورم. چی کار میکنی؟ ماشین لباسشویی خودت روش. نه اشتباهه